با عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان نهایت گرامی. دوستان عزیز، امروز با یکی از بهترین ویدیوها در خدمت شما هستم. قبل از اینکه بریم و آموزش امروز را ببینیم، یک بار برین و چنل ما را سابسکرایب کنید. میتونید در سرچ بزنید کابل تک، میتونید ویدیوهای بعدی ما را همچنان ببینید. زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما همچنان خبر شوید. دوستان نهایت گرامی، در این ویدیو ما برای شما یاد میتونیم چطور بتوانین زنگ های خود را یا تماس هایی که برای شما میآید شما برای شماره دیگه فاروارد بکنین. یعنی فرضاً اگر بخواهین از یک سیم کارتتان بخواین که زمانی که برای همون سیم کارت شما کسی میخواد زنگ بزنه، شما بتوانید به شخص دیگه اون یا شماره دیگه اون تماس ها را فاروارد بکنین. در شماره هیچ نوه یا میتونید دوستانتان آزار بتین و برشان اگر در هر صورتی که تلفن آنها در دسترس شما قرار گرفت، شما فقط خیلی یک کد کوتاه، خیلی یک تکنیک کوتاه پیش میرین و میتونین که تمام تماس های ورودی اون را با خود داشته باشیم. پس بریم سراغ آموزش. شما در نخست اول باید برین در اینجا. خب شما در اینجا که آمدین، من بر شما یک کد را اینجا نوشته میکنم. شما در اول ستاره 21 ستاره این رو میزنین. بعد از این شما شماره را که میخواهین برای اون شماره تماس های بعدی برود، مثلا فرضاً من یک شماره را میزنم. خب زمانی که این شماره را زدم، بعدش این علامت نمبر را میزنم. خب در این صورت من فعلا دو سیم دارم. در صورتی که اگر روی سیم یک دایر کنم، تمامی تماس هایی که من دارم، تمام تماس های من از سیم اول من به این شماره میره. بعد از این شماره تمام تماس ها به این میره. هر کسی در سیم یک من زنگ بزنه، تمامی تماس های من بره این میرود. فرضاً من یک بار میگیرم، بر من میگه my cord started و خلاص اینجا بر من میگن فی الحال تماس های من بعد چی میرود، با این شماره بعدی میرود. و برای اینکه این کد را پس چطور خاموش بکنیم، پس این رو میتونید در ویدیوی بعدی ما ببینید. چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوی بعدی یا ویدیوی باز کردن این با خبر شوید.